سلام دور فرما، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ من اومدم با یه مهمون ویژه که مهمون ویژه هم نیست، اسمش هم دنیا هستش. یه جوری گفتم انگار کانال خودمون باز کردم. خب ما امروز اومدیم با یه چند سوال ازمون بپرسیم، یعنی مثلا این یه سوالی از من بپرسه، مثلا بگی غذای مورد علاقه من چیه. من اگه نگفتم باید سرمو توی این خالی کنم. خب بعد چیزو شد باش خب بزن بریم. اولا من بپرسم به تو. من بپرسم به سوالات نگاه نه نکن. بابا باشه. بازیگر مورد علاقه من ترکیه. اصلا نمیدونه. من میدونم ترکیه اصلا نمیدونه. بگم مثلا پینار دنیز. پینار دنیز بابا برو یه لیوان آب بیار بریز توی. نه بابا هنوز نمیره. میره. تو بکنی میره. تو یه بار بکن. یه برو باشه برو. تو برو من نمیزنم. تو برو. من موهاتو نگه داشتم. برو محکم زفت آفرین. تونست مومت تو. میدونستی اولین سوال من بازیگر نبود، خودم پرسیدم که بله غذای مورد علاقه سون اولش نشون دادی. اول خب حالا نوبت منه. خب بپرس. خواننده ایرانی مورد علاقه حامیم مجید رضوی. یس درست گفتم. من میتونستم. اول مجید رضوی بعد حامیمه. شکل مورد علاقه من. شکل مورد علاقه تو اگه شکلم نمیدونم باشه مربع. 3 تا وقت داریم. با مربع رو گفتی، 2 تا مونده. 2 تا رو بگو. مثلث. یه دونه مونده. دایره. آفرین. 3 تا فرصت داری. اون دایره رو چرا اول نگفتم؟ چون که من بدون دایره دوست دارم. چون که هر وقت فیلم مورد علاقه من سریال نه سریال اسکوت گیمه. فیلم که سینماییه. وای 3 تا وقت دارم بگم دیگه. آره ایرانی یا کره؟ حالا هر کدومو بگی. ایرانی که اصلا فیلم دوست ندارم. کره من الان چی بگم؟ کره سینمایی دیگه. کره سینمایی زیبایی هنگام واسه ایران چیه؟ بگو من بکنم. نمیدونی؟ بگو. دختر گرم بیستم. دختر گرم بیستم برم. نتونستم از اول ببخشید. بده. فشار نده ها. نمیتونم بزن. برو. بزن. به اینا نگاه نکن. اسم مورد علاقه من دختر. چیزایی میپرسه. خودتن. چی؟ خودتن. نه بابا 2 تا بود. ایرانی یا خارجی؟ نمیدونم ایرانیه فکر کنم. شاید این خارجی باشه نمیدونم. سوتاش. نمیدونم. نمیدونی بگم. بگو. فردا اسم بوده بابا. فردا اسم بوده. چطور با فردا بازی کرده بوده. به خدا فردا بازیگر. من موهامو نگاه کن. موهاتو میکشم. یه ثانیه هم نگه نداشتید.
توی داماچت من به جز کره کدوم کشور رو دوست دارم؟ فرانسه. ژاپن. فرانسه رو دوست دارم. ژاپن بعد چین بعد فرانسه. تو زندگی من چطور وقت داشتم؟ تو رو گفتی؟ برو. اصلا اینجاش نرفت، اینجاش سالمه، فقط بینش رفتم. اصلا نمیدونین که چه قضیه. اصلا تو فیلم معلوم نمیشه. چیز منو نگاه کنی خود. بابا که من یه سوالایی بپرسیم. من چرا هیچ کدوم فیلم مورد علاقه من سینما دیگه، سریاله. سینما همه سریاله مورد من تو سریالی مورد نوشتم. پس باید نوشته سریال مورد علاقه. نه سریال مورد علاقه. سریال مورد علاقه ایرانی خارجی. ایرانی خارجی. یه دقیقه فکر کنم بشه. یا منظورم من نفهمیدی من منظورم اینه که من چه فیلم هایی دوست دارم. یه دونه باید بگم. نه باید چه فیلم هایی دوست دارم. نمیگم که اسمشو بگو، میگم چه فیلم هایی دوست دارم. یعنی چجوری؟ مثلا من فیلم عاشقانه دوست دارم. عاشقانه رو نگو به ترسناک. من از دشمنه من کیه؟ چرا؟ من نمیدونم. خب حالا دشمنمون رو بگم نو دیگه گفتش. نه من کدوم شهر رو دوست دارم؟ از خارجی یا شهر؟ بله باش برو. خب بگو چی گفت؟ من کدوم شهر رو دوست دارم؟ ایرانی تهران؟ نه تهران دو تا مونده. چه شهرهایی داره؟ ایران تبریز داری؟ یکی از یوتیوبرها اونجا نه نمیدونم اونجا یا نه. ایرانیه. آره تهران که نیست، تبریزم که نیست. رشت شمال. ببخشید نمیدونم. بگیر منو نخونم. به غذا رو که رنگ مورد علاقه من سبز. من اون یکی گفتم یازی. من یازی رو سبز بیشتر دوست دارم. من کباب میکنم تو به من سبز گفت. دشمن من کیه؟ مامانت. نه مامانت نیست. الان نمیگن کدوم آدم مامانی با دشمنی؟ این با مامانش دشمن نه، هر دوست دعوت دارم. مامان که خانوادته؟ اعضای خانوادته؟ نمیتونم بگو. آخه تو میشناسی دیگه. اسما؟ نه به تو گفتم ولی ندیدیش. تو گفتم تو روی که داشتیم حرف میزدیم. بیکازش نمیخوام. خیلی مورد دارم. این پسره بود تو. این پسره؟ نه چی پس؟ میدگیم تو رو بیکار داشتی باهاش حرف میزدی. آره نه با اون حرف نمیزدم که در مورد اون با تو حرف میزدم. عکسش هم فرستاده بودم.
عکسشو من فرستاده بوده؟ به تو فرستاده بودم. چی بود؟ عکسشو برای من فرستاده؟ چی گفتی؟ گفتی داشتیم جور تکت بازی میکردیم، گفتی چرا باهاش دشمنی، چرا دوستش نداری؟ نه تهته؟ نه دنیز. اون سال قبل بوده. بالاخره گفته بودم. بابا گوشه آب کرد آب تنی کرد. آها مکان. بابا چه بده سالان هنوز نگاه میکنه خدایا. قصدی مورد علاقه من. تو هرچی بذارن جلوت میخوری، تو غذای مورد علاقه نداری. فست فود یا بابا غذا میگم، غذا و فست فود چرا فرق دارن با هم؟ همشون غذا خفیش. مکرونی مکرونی که نبود. قرمه سبزی مرغ و برنج. چیه؟ خب بیدونم شانس بهت میدم. بگم خورشت کرفس. بابا تو دوستش داری. عاشق خورشت کرفسم. دروغ میگه. حالا تا حالا خدا بندا برو. نه حالت نمیدم اون پیشون. برو شوخی کرد. کارتون مورد علاقه. بابا سنجی؟ کارتون مورد علاقت دختری افتادگی. اسمم چه دختری افتادگی نبود. اسم اونا چیه پس؟ میدونم بگم سیندرلا؟ نه. راپونزل؟ دیگه بس. راپونزل به خدا. دیگه تمام شد. بفرمیه چه؟ روی ما. من چه میدونم روی مامتیه. بیا چیکار کنم باید؟ روی مامتی دیگه. بیا بچید. من 2 مونده. بگو. کشور و شهر مورد علاقه من. کشور و شهر؟ کشور که ترکیه دوست داری؟ شهرم باید 2 تاشو با هم بگی. یعنی مثلا اگه ترکیه رو گفتی بعدش هم مثلا یه چیز دیگه گفتی قبول نیست. باید 2 تاشو با هم بگی. اصلا ترکیه گفتی بگی نه من ترکیه رو گفتم نمیشه. باید بری بگو. ترکیه بگو. شهر شیراز. وای ها؟ شیراز؟ رشت. بابا تهران. بابا ترکیه و استانبول خاکتون سره بیا. استانبول و ترکیه چه؟ خدایا خواستم میگه من خود دست اینا نده. کجا هستن؟ گفتم میدونه دیگه. نه بیا. لعنت بهت. گوشیشو نگاه کن. پرزام شد. بذار گوشی تو خراب میکنم. من اینو بخورم. تو گم پر از موه. موی تو موی من. ای کانا اسکی خیلی بدم میاد. اسکی آدم از کدوم یعنی از آدم آره. گفتم دیگه دینیز. نه اون دشمن بود. از کدوم آدم یعنی مثلا آدم خشن اونجوری یا از نه کلا از کدوم آدم خوشت نمیاد؟ اسما؟ نه
مامانت بابا چیه پس؟ دیگه آخه اونو با هم یکی هم خب چی با دنیز نه اون دوست داشتم فقط دشمنم بابا دشمنای چه؟ نه خفه شو چیه پس بگو کی؟ بگو یه فرصت دیگه بهت میگم بگو چیه بگو معلم کلاس اولم برو تو خفه شو بیشو فوش نده گوشیدو پر از آب نکنم اصلا دنیا حقته بگو منم نوبت منه بابا نوبت من خفه شو من یه دونه مونده که اونم میدونی یوتیوبر مورد خودم علاقه سینما میدونستم تو هم یه دونه مونده آره رنگ مورد علاقم به جز صورت دیروز گفت بعد از صورت سبز بعد از صورت بعد از صورتی گفت بعد سبز از نه آبی؟ سوم آبی چهارمه نه آبی سومه سبز چهارمه دومه رنگی دومه دیروز مشکی آره. مشکی دیروز گفت باشه که تموم شد تموم شد دیگه همین دیگه بس بدون خدا بیز بدنم تو سویلاتی من گفتم یعنی بدنمو پر از آب کرد تو آب که تو سر من میدم الان میاد دوتا میکاشم به ثابت میرسم دشمن نمیدازی که نمیدازی